شما ریاست یه نکته دیگه هم فهمیدید در این مدت چند سال و اون اینکه هر اپوزیسیون و گروه سیاسی و هر آدمی که وارد سیاست شده داخل و خارج همه بی‌ناموسن و همه دروغ میگن. این چیزی که شما باورتون نمیشد. یعنی تو دلت میگفتی آقا به هر حال یه 10% آدم هستن که آدم با ناموسی باشن. میبینی همه دروغ میگن. الان جنگ اسرائیل و حماسه، حماس دروغ میگه، جمهوری اسلامی دروغ میگه، اسرائیل دروغ میگه، BBC دروغ میگه، CNN دروغ میگه، آلمان دروغ میگه، انگلیس دروغ میگه، فرانسه دروغ میگه، جهان دروغ میگه. هیچ کس به مردم کره زمین نمیگه که آقا اصلا این دلیل این جنگ چیه. کارشناسان و تحلیلگران جهان هم همینطوری هستند. یعنی دروغگوها رسیدن به قدرت به جز عده بسیار قلیلی در کره زمین. پس چرا مردم سومالی دارن کشته میشن؟ به خاطر یک موضوعی. مردم سومالی اصلا نمیدونن چرا کشته میشن. بعد از پخش برنامه ریستار تو اپوزیسیون ریستار تازه ایرانی‌ها فهمیدن که ما داریم شاید چیز خر میشیم. وزارت اطلاعات با سپاه درگیر، بهائی‌ها با یهودی‌ها درگیرن، یهودی‌ها با مسلمان‌ها درگیرن، نظام در سیستم درگیر. ما مردم داریم با فراخوان‌های اپوزیسیون‌های مسخره در پیت میریم تو خیابان کشته میشیم و شاید چیز خر میشیم. چرا؟ چند سال این اتفاق افتاده؟ 500 سال. 500 سال ایرانی‌ها هرچی مردن شاید چیز خر شد چون موضوع رو نفهمیدن. تا موضوع نفهمی و نفهمی چرا باید بری بیرون و چرا باید تظاهرات کنی، همین جوری خریت من و تو کمک میکنه تا از ما سواری بگیرن. پس فهم که میاد خریت از بین میره و میفهم.